این اطلسه، ماشین جدید سایپا. چراغی رو داریم که توش لنز کار شده، جلو پنجره‌ای رو می‌بینیم که به سبک پانامریکانای مرسدس عمودیه و این قسمت هم از تزیینات قرمز رنگی استفاده شده که تو مدل‌های مختلف رنگش متفاوته. رینگ 14 اینچی رو داریم با سیستم TPMS که میتونید توی مالتی مدیا فشار باد هر لاستیک رو ببینید. نمای ساید شبیه کویکه. میایم بخش عقب جایی که چراغ‌های سی شکل رو داریم که شبیه به رنو کپچره و نئونی هستن و در کل همسایه شده نمای جلو عقب این ماشین با کویک کاملا متفاوت به نظر برسه. این ماشین سانروف داره با فرمان دیکات که اگه می‌بینید یه سری دکمه نیستن چون تو بعضی نسخه ها کروز کنترل هم این ماشین داره. نمایشگر 7 اینچی تمام لمسی، سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک که فنش به صورت دستی تنظیم میشه و دکمه‌ای که شما میتونید سیستم ESP یا همون کنترل پایداری رو خاموش و روشن کنید. این ماشین از موتور M15 GSI استفاده میکنه، موتوری که نسبت به قبل سیستم VVT داره یا همون زمانبندی متغیر سوپاپ ها، به همین خاطر نویز و ویبره‌ای که داخل کابین میرسه کمتر شده و الان 90 اسب بخار قدرت و 137 نیوتن گشتاور رو به یک گیربکس 5 سرعته دستی یا گیربکس CVT منتقل میکنه که با استفاده از تیپترونیک 6 دنده مصنوعی هم در اختیارتون میذاره. اطلس قراره که به زودی به بازار عرضه بشه.